سلام، وقتت بخیر باشه. نیمی از روز رو سپری کردی و نیم دیگریش باقی مانده. تاروت‌ها ازشون درخواست میکنم حرفی برای نیمه باقی مانده روز به ما بزنن. حرفی برای نیمه باقی مانده روز. خب، یک مقداری شرایط فکر میکنم در نیمه پایانی روز مطلوبتر از ابتدای روزه و شما شروع بسیار خوبی در پیش دارین. قرار یک سری اتفاقهای جدید براتون بیفته. یک مقدار اوضاع متعادل‌تر میشه. تعادل این را امروز رو به دست میارید. این باقی مانده روز یک راه چاره برای مشکلاتتون هست. بعد صبر کنید، شاید 3 ساعت برای شما یک نتیجه بهتری قرار اتفاق بیفته. همه چیز دوباره روی توازن و بالانس بودن خودش قرار میگیره. نترس، هیچ چیزی نه در پایین قرار خواهد ماند یا در بالای بالا. همه چیز متعادل میشه. خبرهای خوبی براتون هسته. وعده زمانی صبر کنید. انشالله که بهترین براتون پیش بیاد. خدا نگهدار.